وقتی به خانه شوهر می آید جز لت و کوب چیز دیگر نثارش نمی شود. شاید صورت زیبا نداشته باشد اما آماده جان به تو بدهد. روز قیامت الله از این ظلمی که در حق زنان کردن است تک تک فرق فرد مسلمان الله میپرسد. عزیز من راه حل لت و کوب نیست. از لت و کوب هیچ درد دوا نمی شود. میکشه جناب مولانا زن را به پدر و مادرم گرفت من راضی نبودم. هر وقتی که خانه می آمد یک بهانه کرده زن را لت و کوب میکرد. مسلمان باشد دختر مرا ببیند که در چه وضعیت قرار دارد قلبش تکه تکه می شود. الله شاید از این زن بدشکل فرزند به تو نصیب بگرداند که امت اسلامی را سبب نجاتش و سبب دخولش به جنت بشود. الله صلی الله علیه و سلم فرمود اتقوا الله فی النساء، ای مسلمانان از خدا بترسید در حق زنانتان، فانهن عوان عندکم، زنان شما اسیر شما هست. و آخرین جملاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از زبان مبارکش کنده شد در آخرین رمق زندگی که چشم مبارکش پوت شد، دیگر زبان رسول خدا کن شده بود، آوازش خیلی مخفی شده بود، آهسته شده بود. حضرت علی رضی الله تعالی عنه میگه ما گوش خود را بردیم نزدیک لبان رسول خدا صلی الله علیه و سلم، آخرین جملهش الصلاة، نماز بخوانیم، نماز بخوانیم. و دوم جملهش ظلم نکنین به زیر دستان خودتان، ظلم نکنین به زیر دستان خودتان. 2 روز پیش پیرمرد آمده بود داخل مسجد جستجو میکرد، مرا در نماز پیشین پیدا کرد. وقتی طرفش سعی کردم اینقدر وضعش خراب بود، از پیشش پرسان کردم که پدر جان کاری داری؟ گفت بله جناب مولانا کار دارم. رفتم داخل اتاق، گفتم بفرمایید. گفت جناب مولانا من رفته بودم به دیدن دختر خود، من دختر خود را به مرد دادم که زندار بود، زن دومش دادم، رفتم 50,000 به من مهریه داد، من رفتم دیدن دختر خود. جناب مولانا به خدا قسم اگر مسلمان باشد دختر مرا ببیند که در چه وضعیت قرار دارد قلبش تکه تکه می شود. گفت رفتم که دخترم لباس مندرس و کهنه در بدنش است، در سر خمدان خشت استاد است، خشتمالی می کند، نه دست آباد دارد نه پای آباد دارد، صورتش را آفتاب سیاه کرده. و این شوهر ظالم و خائنش اگر کم سستی می کند، میگه من برش گفتم که بس خدا بترس در حق یک مسلمان اینقدر ظلم نکن، بان که مقدار استراحت کنه. گفت وقتی که مرد با استراحت دراز بکنه. به خدا درد میاره مسلمان را که امروز مسلمان به کجا هست، امروز مسلمان به کجا رسیده. امروز مسلمان قمچین میزند که نوکش به خدا میخورد ولی متوجه نیست. من نماز میخوانم، اسلام تنها نماز نیست، من قبلا گفتم نباید ما رسول صلی الله علیه و سلم در آخرین کلماتی که از زبان مبارکش کنده شد به زنان خود ظلم نکنیم، به زنان خود ظلم نکنیم. بعد فرمود اینها امانتهای خدا هستند. در حدیث حجة الوداع، حدیث طولانی هست، رسول صلی الله علیه و سلم، حدیث امام مسلم است، در یک بخش از این حدیث رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ای امتان من، زنان امانت الهی است به دست شما، امانت الهی است به دست شما. و استحللتم فروجهن بکلمت الله، شما زنان را به خود حلال قرار دادین با نکاح اسلامی، با کلمه، با بسم الله، با نام الله این را به خود حلال قرار دادین. به زنان ظلم نکنید. فانکم مسئولون عنها یوم القیامه، روز قیامت الله از این ظلمی که در حق زنان کردن است تک تک فرد مسلمان الله میپرسد. هزاران تماس میآید جناب مولانا ما نماز میخوانیم، خیر و برکت در زندگی ما نیست. عزیز من تعامل با زنت چگونه است؟ اگر زنت از دست تو آرام نیست که تو ظالمی، خدا دعای ظالم را قبول نمی کند. اگر تو نماز میخوانی به زنت ظلم میکنی که ظالم هستی. فإن الظلم ظلمات یوم القیامه، رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید ظلم تاریکی ها هست در روز قیامت. حتی اگر زن توانایی جسمی ندارد،
که خدمت مرد رو بکند، لباس مرد رو بشوید، غذا به مرد درست بکند. علمای امت اسلامی از احادیث استنباط کردن و از آیات قرآن استنباط کردن که مرد برود مزدور بگیرد به زن خودش که خدمت زن را بکند. ما هم طلب میکنیم زن زیبا، هم کار شاقه و طاقت فرسا را به سر زنها گذاشتیم. او بیچاره تمام روز خمیر باید بکند، نان بپزد، غذای ما را درست کند، لباس را بشوید، بچه ها را سر و سامان بدهد، خانه را سر و سامان بدهد. ولی اخیر روز میاییم که تمام این روز این زن کار کرده، باز یک مشت لگد دیگه به فرقش میزنیم که امروز فلان کار کردی، فلان کار را نکردی. آیا واقعا این انصاف است؟ حق زن بالای مرد چی هست؟ عزیز من، یک حق زن بالای مرد رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید این است که مرد با زن خود خوش اخلاق باشد. قرآن آیه 19 در همون اوایل خدمت شما خواندم. الله میفرماید و عاشروهن بالمعروف، شما با زنانتان خوش رفتار باشید. ای بندگان من، با زنان خود خوش رفتار باشید. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اگر گاهی وقت فرد از شما از زنش خوشش نامد، فرض بکنیم کسی به ما تماس میکشه، جناب مولانا زن را به ما پدر و مادرم گرفت من راضی نبودم، زن را به ما پدر و مادر گرفت من راضی نبودم، الان بین ما هیچ موافقت وجود ندارد، زن بیچاره هر روز لطکوب می شود. آیا یک مسلمان دختر را تربیه کرد به خاطر که زیر پای من و تو باشد؟ لطکوب بکنی میشه. من و تو دختر نداریم، من و تو پسر نداریم. اگر این قضیه سر دختر ما شود چی؟ واکنش نشان میدهیم. بیاییم عزیز من درد مردم را گاهی وقت به خود بیاوریم که چی احساس با ما پیدا می شود. الله رب العزت و الجلال میگه اگر زن بدطلت داشتی، صورت زیبا نداشت، خوشت نمی آمد. این جمله را خیلی دقت کنین. الله می فرماید این را فإن كرهتموهن، اگر از زنان بعضشان خوشتان نیامد، اگر اخلاق خوب نداشت، زیبایی نداشت، الله چی می فرماید؟ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. الله شاید از این زن بدشکل فرزند به تو نصیب بگرداند که امت اسلامی را سبب نجاتش و سبب دخولش به جنت بشود. بسیار زنان بودند صورت سیاهی داشتند. سمیه عمار را تربیه کرد. سمیه زن بسیار سیاه چهره بود، ولی اولین شهید اسلامش و فرزندش بهترین حامی اسلام است. و عسى ان تکرهوا شیئا، بسیار وقت چیزهایی را شما ناپسند می‌دارید و یجعل الله فیه خیرا کثیرا، الله با همون شیئی که شما ناپسند می‌دارید. حالا وقتی گولی را به یک طفل پیش بکنی، گولی که تلخ است، طفل از گولی خوشش نمی‌آید، ولی وقتی گولی را بخوره با صحتمند میشه، دردش گم میشه. گولی تلخی دارد، پیچکاری که در بدنت میزند درد دارد، ولی بعد از یک ساعت جان تسکین می شود، تو در رفاه و آرامش می رسی. عزیز من، گاهی وقت زنهایی که صورت زیبا ندارند مانند همون آمپول ها و پیشکاری هایی هستند که صدها درد من تو را دوا می کنند. شاید صورتش زیبا نباشه اما قلبش خیلی زیبا باشه. شاید صورت زیبا نداشته باشه اما شبها بلند شو که به سر جای نماز دستانش به سمت خدا بلند است که خدای شب هر مرا از هر آفات و بلیات نجات بده. شاید صورت زیبا نداشته باشد اما آماده جان به تو بدهد. اونهایی که صورت زیبا دارن ولی تو را میفروشن، ارتباط ها دارن، چه به درد میخورد؟ عزیز من، الله چه زیبا فرمود و این کرهتموهن فعسى ان تکرهوا شیئا و یجعل الله فیه خیرا کثیرا. داستان را جای دیدم، میگه مرد تون اخلاق و بد اخلاق و زشت خوب هر وقتی که خانه می آمد یک بهانه کرده زن را لطکوب میکرد. این زن مظلوم هر روز زیر پای این مرد لطکوب و جز گریه دیگر هیچ چاره ای نداشت، به هیچ کس هم نمیگفت. روز از روزها مرد داخل خانه شد،
زن را خوابانید، آنقدر لطوکوب کرد و این زن مظلوم زیر پای این مرد گریه میکرد. در همین اثنا بود که دروازه دقلباب شد، دروازه حویلی. مرد هنوز آرام نشده، هنوز غرش داره، هنوز درونش جوش کرده، هنوز دستایش میخواره که باز هم بزند. دروازه دقلباب شد. مرد رفت به سمت دروازه. وقتی در را باز کرد دید که پدر و مادر، برادر، خواهر زنش همه مهمان آمدن. وقتی که مرد دروازه را باز کرد، خسر خود را دید، خشوع خود را دید، اون خسربری گنده و قوی خود را دید که اگر چپا بکنه شاید لگدمال بکنه این یزنه خود را. وقتی که این را دید غرق در عرق شد که حال چی می شود. زن زیر لطوکوب و هنوز سر و صورتش پوندیده است. اینها داخل خانه شدن. گفتن دختر ما کجاست؟ گفتن دختر شما آشپزخانه صدایش کنید. میگه دوان رفت پیش زنش و زنش گفت که پدر و مادرت آمده، برو اونها سلام بگو. این زن بیچاره که هنوز درست راه رفتن نمیتونست، آنقدر لغت خورده بود که راه رفتن نمیتونست. ولی این را بدانین عزیزان من، زنان مثل ما مردان نیستن، زنان متفاوتن. زنان وقت شوهر میکنن فقط میخواهند زمان از شوهر جدا شوند که داخل قبر گذاشته شود. اونها شوهر خود را دوست دارن، زندگی خود را دوست دارن، از طلاق بدشان میآید. مرد است که امروز راحت طلاق میگوید. اگر زن از شوهر خود طلاق طلب کرده، ما به دست خود این کار را کردیم، موبایل به دستش دادیم، او از سریال ها یاد گرفته است. چون دختر زنی که خانه ما میآید 18 سال سن دارد، هنوز خیلی خام است، هیچ چیزی را بلد نیست. نه در صحبت عالم نشسته، نه پیش عالم زانوی تلموزی زده، نه درس حدیث خوانده، نه درس فقه خوانده، نه قرآن را بلد است. به خانه ما آمده. ولی مسلمانی که هر جمعه به پیش هر عالم در هر جایی رفته صحبت شنیده، حق و حقوق بیان کرده و حق و حقوق را شنیده و دانسته، این چقدر تعلیم داده زن خود را به نماز. چند بار به همسر خود ما گفتیم که سجده سهو را همسر گرامی در کجا میکنیم؟ چند بار به زن خود گفتیم که همسر گرامی در غسل چند تا فرض است؟ چند بار گفتیم به نماز چند تا فرض است؟ در نماز چند تا واجب است؟ در نماز چند تا سنت است؟ کی گفتیم همسر عزیز من یک جمله را قبلا گفته بودم، به خدایی که محمد را به رسالت فرستاد، امروز جوانان به فرند خود به پشت گوشی میگن جیگرم، نفسم، دریایم، اقیانوسم، گلم، بهارم، چمنم. عجیب کلمات را جور کردن. اگر این کلمات را به زن خود بگوییم، همین زن بد اخلاق ما یک فرشته تمام عیار می شود. از شما به ایمان پرسان میکنم، آیا این کلمات را ما تلفظ میکنیم؟ نمیکنیم. این کلمات را ما به زن خود نمیگیم، به دختر کوچه میگیم، به دختر پشت گوشی میگیم، ولی به همسر خود آماده نیستیم که برش بگوییم عزیزه. شرم ما میآید. یکی از حق زن بالای شوهر امی است الفاظی که شوهر تلفظ میکنه او الفاظ با محبت باشد. امروز مسلمان دختر مسلمان را آورده 15 سال، 20 سال، 18 سال، 19 سال پدر و مادر زحمت کرده، دختر تربیه کرده. وقتی به خانه شوهر می آید جز لط و کوب چیز دیگر نثارش نمی شود، جز دشنام دادن، جز حواله شدن به پدر و مادر و خواهرش چیز دیگر نثارش نمی شود. اصلا محبت را گم کرده. داخل زندان هست یک مادر، یک خواهر. عزیز من، رای حل لط و کوب نیست. از لط و کوب هیچ درد دوا نمی شود. اذا یئس الانسان طال لسانه. وقتی انسان مایوس شد زبانش دراز میشه. وقتی انسان صبرش لبریز شد زبانش دراز میشه. اگر زن را لط و کوب بکنی اصلاح نمیشه، بلکه گمراه‌تر میشود، بلکه پرخاشگرتر میشود. امروز در خانواده بچه و دختر به سمت مادر است، از مادر دفاع میکنن، چند تاش طرف پدر است، از پدر دفاع میکنن. فقط داخل خانه شده میدان نبرد و جنگ و مبارزه، هر روز لط و کوب داخل خانه. این برادرها شماро аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед.